بالیوزی امریکی بو سوریه یه بره و لیکولینری د پیمانگاه روجهالاتا ناوراست لواشنطن راپورت اکنو درباره روشا سیاسی و لشکری لسوریه بلاف کر که او راپورت به مترسیدار هاته بناف کرن. در راپورت خوده که روزنامه شرق الاوسط هاته بلاف کرن روبرت فورد را گهاند راپورت خواه بپرسکی گوت گلو رژیم اسد و سیخوری و گوه بدن نتوین یگرتی دا که حکومت سوریه یانو ده بجدار بن و دبن کمکوژیان که لسوریه پیک هاتنه نبر پرسن. درباره غوطا روجهالات یا شما پایتخت سوریه فورد را گهاند که تاوی که حکومت روسیه سوزا گهاندن آلیکاریان بو ولاتین دور پیچکری لغوطا دابو. تاوی ویکی نتوین یگرتی نکار آلیکاریان بگهین غوطا روجهالات. هر وارا گهاند که هر برپرسک امریکی گومان دکه سوریه و وکو عراقی ببه. لیروشا سوریه بگشتیج عراقی جدای و جیوازه. و پشتی سال 2013 ارتش عراقی و اسایش حکومت عراقی هاته رو خواندن. لیل سوریه تاوی کو شر و پفچونان لیتانها ارتش سوریه و سیخوری اوی به شرمی و پوشمانی سوریان دکجن. درباره چون اسد بالیوزی امریکی بو سوریه یه بره روبرت فورد گوت که تاوی که هارتنین پچوک دو حکومت ده و درست ببین لی بشار اسد و مالبات آخوا و لی جه خواه بمینن. لسر کنگره سوچی فورد بشیوه اکی پیکنین بحثا کنگره کر گوت که لدارخستنا کنگره سوچی چیروکه که پیکنوک جبر که رژیم اسد لسر بریارین خواه و ناگره و رژیم اسد لسوریه بسر کفت.